مردم اینمی کدام اینمو аэропорти Кулоб омадаги. مسافران در نوار ادعا دارند که کولباری آنها را کسی کفت و کو کرده است. مقامات فرودگاه گفتند که از پخش شدن نوار آگاهند، ولی آن کهنه بوده در سال 2020 ثبت شده است. همین حالت‌ها در فرودگاه کلوب، نه تنها فرودگاه کلوب، در خوجند، در دوشنبه همین حالت‌ها بودن. اما در زمان معلوم دارم که وزارت نقلیات агентияси департаменти алати граждани вафигони ё ки агенти буд алати граждани ҳамун сол 2015 кори вазорат корҳои дохилӣ дар нақлиёт як комиссия ташкил шуда рафта буд дар мадизова. баъд ҳамин кора дар миллата камтар меистанд. راهبر فرودگاه میگوید که مؤسسه زیر سروری او چندان فرودگاهی بزرگ نیست که کارمندانش به آنکه آشکار شوند دست به چنین کار زنند و باری مسافران در پیش چشم خود آنها از هواپیما فراورده می شود. تحقیق کوتاه رادیوی آزادی نشان داد این نوار 27 مارس سال 2020 در صحیفه سیدرات پخش شده است. آن 39 دقیقه بوده، حالا 26 ثانیه‌اش در شبکه‌های اجتماعی از نو به گردش درآمده است. رهبر فرودگاه گفت که پرسش از این نوار در نشست خبری زمستانه نیز صدا داده بود. ما با کمیشنر اتحادیه خطی پروگرام هم مشهدی چی کردیم؟ ما اون از نشانو شدیم، با کدام یک نمیدونم چی نشان میده سالی 2015 حیران میشه. این بار اول نیست که نوارهای جنجال برانگیز از فرودگاه کلوب نشر می شود. چند سال پیش هم یک نوار پرتافتن سمکه ها به باردان نشر شده بود. آن وقت آن نوار هم در شبکه‌های اجتماعی بحثی گرمی را برپا کرد. در نشست خبری ماه فوریه خبرنگاران نظارت نشدن کارمندان فرودگاه را تنقید کرده بودند. اما رهبر فرودگاه گفته بود که حالا در همه مکان‌های این مؤسسه دوربین‌های نظارتی نصب شده، کار هر کارمند زیر نظر است. فرودگاه کلوب سال 2006 مقامی بین المللی را صاحب گشت و در گذشته از اینجا به قزاقستان و چین پروازها انجام داده میشد. اما این پروازها قطع و حالا پروازهای روسیه باقی مانده اند. بخش اساسی مسافران فرودگاه کلوب را هم مهاجران کاری تشکیل میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.